ما در اقامتگاه هینزا هستیم. ایشون خانم نعمتی هستن، سرپرست و تأسیس کننده اقامت هینزا. سلام علیکم خانم نعمتی. سلام، خوب هستین شما؟ ممنونم عزیزم. زنده باشین. بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم با توضیحاتتون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما خوبان هستم. بنده نعمتی هم از اقامتگاه بومگردی هینزا واقع در روستای توریستی و تاریخی ابیانه. ابیانه کهندیاری به اصالت تاریخ ایرانه. ابیانه مردمان فرهنگ دوستی داره که خیلی به سنت ها، فرهنگ و علم و دانش علاقه دارن و از دیرباز که حتی آموزش و پرورش به سبک امروز نبود خیلی استقبال میکردن از کلاس هایی مانند کلاس اکابر یا مکتبخانه ها که در روستا دایر بودن باشن و خوشحال میشیم اگر فرصت و فراغتی پیدا کنم و به اقامتگاه ما تشریف بیارم و در خدمتشون باشیم. زنده باشین. خانم نعمتی جان، معنی هینزا رو لطف میکنی به همون بگی؟ بله. کلمه هینزا واژه اوستایی به معنای مکانی که آب میجوشه. در ابیانه ما یه منطقه داریم خارج از روستا، 1 کیلومتر خارج از روستا، اسمش هینزای و باغستونای ما اونجا. یه مکان دنج و با صفا و پاکیزه قشنگیه که در اونجا معبد آناهیتا وجود داره، معبد سنگی مربوط به دوران میترائیسم و آیین مهپرستی و بعد از اون هم نیایشگاه زرتشت بوده که الان ساختمانش هم پابرجا هست و البته نیاز به رسیدگی داره که امیدواریم مسئولان فرهنگی رسیدگی کنن بهش. انشالله که دوستان تشریف بیارن اینجا و لذتشو ببرن در کنار شما مهربان. خواهش میکنم. خوشحال میشیم در خدمت. زنده باشین. به امید دیدار دوباره. به امید دیدار. به امید دیدار شما. سلامت باشین.